این بار نسل عنوانش هم از قوقای اندروید. یه قوقاست دیگه. بله. نادیده نتوان یافت قوقای روزگار و موج آدمیان را که برای کسب معاش در تلاشند و در تکاپوی رفع مشکلات و دغدغه‌ها در پویش. به راستی چگونه میتوان گره‌گشای این قوقا بود؟ قوقای آدمیانی که به هر سو بنگریم در حرکتند، از سوی به سوی دیگر، همگام با حرکت بیوقفه زمان. آدمیان در این گذار نیاز به افزارهایی دارند برتافته از اعجاز فنون نوین که یاریشان دهد در وقوف از محیط، سویش به گزینه‌های کم تلاطم و برخورداری از ثمرات روزمره، لیک بدون گریز از قوهای حرکت و هیاهوی آن. آنچه اشتیاق به این افزارها را پرمعنی می‌سازد خرد طراحان آن است، طراحان معماری و برنامه‌های نهفته در یک افزاره که در پرتوی نگاه ژرف به کارآفرینی و خلق ایده‌های نو رنگی دگر می‌یابند و آنچه در کران پاسدار سودمندی و برکت معنوی آن است، همانا ارجنئی به محتوایی است که برتنیده از کنه فرهنگ این اقلیم و همصدا با باورهای خوش‌طنین آن است، همصدا با تپش بیدرنگ قلب‌هایی که امید به پررنگ شدن ارزش‌های والا در جهانی پرتلاطم دارند. ما در این جشنواره مشتاقانه در پی آشکار ساختن استعدادهای ناب درخشانی هستیم که این مسیر را برای نسل‌های بعدی هموار و گام‌های نهاده در آن را خوش‌طنین می‌سازد. حالا اندروید این هم شعرش یه بیت البته. اندرو دیدم جهانی پرطنین، اندرو دیدم جهانی پرطنین، اندرو دیدم بسی قوقا مگو.